سلام، به کانال آموزش آشپزی چاشنی خوش اومدین. امروز با آموزش پنکیک صبحانه فوق‌العاده خوشمزه در خدمتتونم که خیلی هم سریع و راحت آماده میشه. مواد لازم: تخم مرغ 1 عدد، شکر 3 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری، وانیل 1/4 قاشق مرباخوری، آرد قنادی 1 لیوان، شیر 1 لیوان سرخالی، روغن 3 قاشق غذاخوری. تخم مرغ و وانیل و شکر رو در ظرفی بریزید و با همزن دستی هم بزنید. شیر و روغن رو اضافه کنید و مخلوط کنید. حالا آرد و بیکینگ پودر رو الگ کنید و به مواد اضافه کنید. نیمی از آرد رو الگ کنید و هم بزنید تا یک دست شه. بعد بقیه آرد رو الگ کنید و مجددا هم بزنید. در نهایت باید به این غلظت برسید. تابه رو روی حرارت ملایم بذارین و بعد از داغ شدن 1 ملعقه از مواد پنکیک داخلش بریزید. بعد از اینکه روی سطح پنکیک حباب تشکیل شد، پنکیک رو زیر و رو کنید. برای هر سمت تقریباً 2 دقیقه زمان کافیه. هر مرتبه کف تابه رو با دستمال خوب تمیز کنید تا پنکیک خوشگل تری داشته باشید. نیازی به روغن هم نداره. بعد از پخت اونا رو روی هم بچینید و با عسل و میوه‌های دلخواهتون تزیین کنید. امیدوارم از آموزش امروز خوشتون اومده باشه. اگر از آموزش امروز خوشتون اومد، کانال منو دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هر موقع ویدیوی جدید گذاشتم مطلع شید. نوش جان.